بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم و علی آله و اصحابه اجمعین. اللهم انا نسألك علما نافعا و نعوذ بك من علم لا ينفع. یا الله، ما از تو علم میخوایم که نافع باشه، که عقیده ما را جور بکنه، اخلاق ما را جور بکنه، معاملات ما را جور بکنه، و از علمی که منفعت نمیرسونه یا الله به تو پناه میبریم. از علمی که انسان در خدمت طواغیت قرار میده، از علمی که برای نفس کار میکنه، از علمی که انسان مغرور و متکبر میسازه، از او یا الله به تو پناه میبریم که تو علم بر ما نتی. پس در درس پنجم ما و شما فعل محموز و مضاعف میخوانیم. فعل محموز و مضاعف. محموز چی معنی؟ محموز یعنی همزه دار شده. مثلا محموز یعنی فعلی که همزه داشته باشه، در او همزه ذکر شده باشه، او را محموز میگن. و مضاعف چی را میگن؟ مضاعف به معنای دوچندی. محموز از همزه گرفته شده، یعنی همزه دار شده، اسم مفعول است. و مضاعف یعنی فعلی که دو حرف در تکرار شده باشه. پس در تعریف محموز میگه که محموز فعل است که در اصل کلمه حرف همزه باشه. بازی هم سه قسم است. محموز الفا، محموز العین و محموز اللام. محموز الفا چی را میگه؟ که در مقابل فا همزه باشه. مثلا سعی کنین امره. خب ما و شما گفتیم که محموز الفا که در مقابل فا همزه باشه، مثل امره، اخذه، اکله. پس اینجا شما سعی کنین امره به وزن فعله، در مقابل فا چی آمده؟ همزه آمده. اخذه به وزن فعله، پس در مقابل فا همزه آمده. امره امر کرد، اخذه گرفت، اکله خورد. این در مقابل فا همزه آمد، ایره چی میگن؟ محموز الفا میگن. محموز العین چی را میگن؟ که در مقابل عین حرف همزه باشه، مثل سأله. سأله به وزن فعله، حرف دومش همزه است، یعنی در مقابل عین آمده. و سومش محموز اللام است. محموز اللام کدام یکی را میگه؟ که در مقابل لام همزه آمده باشه، مثل جاء به وزن فعله، شاء، قاء، جاء آمد، شاء خواست، قاء قی کرد. پس این سه قسم محموز شد. مضاعف چی را میگن؟ میگن مضاعف فعلی است که دو حرف اصلی آن تکرار شده باشه. مضاعف یعنی دو چند. مضاعف دو چنده میگن. مثلا ردده بود، ردده، بازو مشدد شد، رده، اصلش ردده به وزن فعله. مده، رده رد کرد، مثلا رده. مده، اصلش مدده بود به وزن فعله. شده، اصلش شدده به وزن فعله، یعنی دو تا دال داره، اوشام دو تا دال داره، ایشام دو تا دال داره. پس این شد فعل چی است؟ فعل محموز و مضاعف. خب گردان فعل محموز، مثلا شما مثلا امره، اخذه، اکله، گردانش میگین که امره، امرا، امرو. امره امر کردن یک مرد، امرا هما امرا یعنی دو مرد امر کردن، هم امرو آنها همه مردان امر کردن. هی امرت و یک خانم امر کرد، هما امرتا آنها دو خانم ها امر کردن، هن امرن آنها همه ایشان امر کردن. امرت تو یک مرد امر کردی، امرتما شما دو نفر امر کردین، امرتم شما همه مردان امر کردید. امرتی شما یک خانم امر کردید، امرتما شما دو خانم ها امر کردین، و امرتن شما همه خانم ها امر کردین. و امرتو ما امر کردم، و امرنا
ما امر کردیم. و در گردان مضاعف واس این قسم خوانده میشه که مد مد مدو مدت مدتا مدد نه. باز اینجا شدش قطع میشه، در خونه میگیم مدد نه. باز مددت مددتما مددتم مددتی مددتما مددتن مددتو مددنا. و یک شعر از اینجا علما میگن که صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.